سلما زازه هستم، مسئول و بنیانگذار سلام ابریشم در کابل. 1.5 سال میشه که سلام ابریشم ایجاد کردیم و هدف و انگیزه که من سلام ابریشم ایجاد کردم این بود که من میخواستم به خانمایی که نانآور خانه هستن و مسئولیت و سرپرستی خانه دارن ایجاد شغل کنم و اونا را به یک کاری که روزی حلال از طریق از او به دست بیاره مصروف بسازمشان. واجبی انسانی و وجدانی همگی ما شما است که از خور برادر مسلمان خود حمایت کنیم و قسمی که در جریان هستین خانمای افغانستان مستحق‌ترین خانمای جهان هستند که از هر لحاظ آسیب دیدن و فعلا کارگاهی را که ما ایجاد کردیم در بخش خیاطی است و قسمی که میفهمین خانم‌ها نیاز داره که به خیاط بره و چی خوب است که خیاطشان خانم باشه که بهتر یکی دیگه خود درک کرده بتونن و از لحاظ اسلامی و از لحاظ دینی یک کار خوب است و کار است که هم خرماس هم ثواب. کارگاه ما بیشتر وسایل صنایع دستی ساخته میشه که تولیدات افغانی خود ما و شماست و یکی از دلایل ایجاد سلام ابریشم عشق و علاقه خودم نسبت به محصولات افغانی و وطنی خود ما و شما بود که بسیار رنگای شاد و خوب کار گرفته میشه. ما بیشتر از 100 نوع محصول اینجا تولید میکنیم که عبارت از توشک، پرده، بالشت و دیزاین‌های دیواری و محصولات افغانی خود ما می باشه که دیزاین‌های ما مختلف است. در بخش‌های مختلف ما کار میکنیم. در بخش لباس افغانی، مورد دوزی، چرم دوزی، آینه دوزی، سرم دوزی، در بخش‌های اینا ما کار میکنیم. بیشتر از 1 سال ما میشه که شرکت خود شروع کردیم کارشه که بیشتر محصولاتی که ما تولید میکنیم بخش لوازم خانه است به شکل کلاسیک و افغانی که پرده است، توشک است دیگه و بعضی چیزای دیزاینی دیکوری به خاطر خانه است. بیشتر خانمایی که همراه ما کار میکنن کلشون آدم باسواد هستن، یعنی زیادترش کسایی هستن که از مکتب باز ماندن، حتی پانتون خلاص کردن اینجا و بله به علاوه از این خانمایی هستند که سواد ندارن و آمدن اینجا کار میکنن تا یک درآمد خوب داشته باشن به فامیل خود. اگر حمایت از ما شود بسیار ما مطمئن هستم که بسیار پیشرفت‌های خوب میتونیم داشته باشیم به خصوص در زمینه خود نمایشگاه ها. قسمی که همگی شاید هستین که بازار کسب و کار آنلاین بسیار پیشرفت کرده و جهان رو به آنلاین رفته. بعد از اینکه کرونا شد زیادتر فروشات از طریق آنلاین صورت میگیره و ما از طریق آنلاین بازاریابی میکنیم، محصولات خود که ایجاد کردیم عکس برداری میکنیم، تصویربرداری، ویدیوگرافی میکنیم اون رو به شکل تخصصی بعد دور در سوشال میدیا، در فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت شریک میسازیم و مشتریای ما از این طریق بر ما مسیج میکنن، برشان نرخ میتیم و بازاریابی میکنیم و بسیاری از شرکت ها و کمپانی هایی که در این بخش کار میکنن همراه ما مستقیم و غیر مستقیم قرارداد میکنن و ما برشان مسئول تهیه میکنیم، برشان میبریم. استفاده درست از سوشال میدیا و پیدا کردن مخاطبین که طرفدار کسب و کار تجارتی و آنلاین است بسیار مشکل است و قسمی که میفهمیم از سوشال میدیا به طریقای مختلف استفاده میشه، ولی در افغانستان زیادتر از سوشال میدیا به جنبه سرگرمی استفاده میکنن و محتواهای به بیننده ها جالب است که طنز باشه، شوخی باشه، گفتمانهای بی مورد باشه، ولی متاسفانه در افغانستان به اون قسمی که باید از سوشال میدیا استفاده صورت نمیگیره. من میخوایم که فرهنگ استفاده از سوشال میدیا تغییر کنه و بیشتر مردم به موارد خوب رو استفاده کنه. قسمی که ما از سوشال میدیا استفاده کردیم و برایش هزینه کردیم، شاید کم از کم در حدود $1000 من تنها در تبلیغات سوشال میدیا خود استفاده کرده باشم و فعلا امو آدینس ما بسیار با مشکل به یک سرمایه هنگفت پیدا کردیم که ما صفحه ما فعلا کسایی هستند که
سفارش میتن و دنبال حمایت از کارهای افغانی هستن. مهمترین و پایگاه ترین بخش کارخانه را همو کارمندایش تشکیل میتن و مدیرش، که مدیر باید فعال باشه و روابط خوب همراه همکارای خود داشته باشه. ما اینجا هر یک ماه جلسات دایر میشه که همگی خانما با هم میشنیم و ارتقای ظرفیت برشان میداشته باشیم، که درباره صحت صحبت میشه، درباره استفاده درست از سوشال میدیا صحبت میشه. خانمایی که در خانه مصروف کارهای خانه هستن و اونا مسئولیت خود پیش میبرن، پیام میسته که از مسئولات افغانی خود حمایت کنن، از کار دست خانما حمایت کنن. خانمایی که ابتکار کاری دارن اونا میتونن بیاین امرای ما همکار شون. سرمایه اگر دارن میتونن به سرمایه خود به حرکت بیارن در بخش‌های مختلف. و خاطر خانما مثل بخش خیاطی است، بخش نرسنگ است، که بینی چیزا در جامعه ضرورت است.